بانک آسیایی رشد تصمیم گرفته است که تقدیم گرانت یا خود کمک‌های بلاعوض به تاجیکستان را از سر گیرد. از سال 2012 تا 2017 این مؤسسه بین المللی مالی هم در شکل قرض و هم در شکل گرانت به تاجیکستان کمک میکرد. خبرنگار تلویزیونی نسته شفریم با اشاره به نتیجه‌گیری کارشناسان بانک آسیایی رشد میگوید قرض‌های علاوه‌ای تهدید یا خود ریسک به نظام مالی تاجیکستان را بیشتر کرده میتواند به خواجگی این کشور زیان رساند. در حال حاضر قرض تاجیکستان به تخمیناً 2 میلیارد و 900 میلیون دلار یعنی تقریباً 40% تولید ناخالص ملی جمهوری برابر است. بانک آسیایی رشد 20 سال این جانب با تاجیکستان همکاری داشته در این مدت به مبلغ 1 میلیارد و 700 میلیون دلار قرض و گرانت تقدیم کرده است. این مؤسسه مالی در بازسازی و رشد انفراستراکچور جمهوری، سرمایه‌گذاری در سکتورهای دولتی و خصوصی، نظام نقلیات، انرژتیک و آبیاری، کشاورزی و رشد شهرهای تاجیکستان سهم گذاشته است. بانک مذکور بزرگترین تقدیم کننده گرانت به اقتصاد تاجیکستان است. سال گذشته قرض تاجیکستان و به ویژه قرض خارجی این جمهوری کمی بالا رفت. کارشناسان ساحه مالی قرض تاجیکستان و امکانات بازگردانی قرض از طرف این جمهوری را تحقیق نموده به خلاصه آمدند که تهدید به نظام مالی و بازگردان قرض تاجیکستان بیشتر شده است. وکیلان مردمی تاجیکستان هم موافقند که فعلا جمهوری فقط به کمک‌های بلاعوض و قرض‌های بدون بهره و یا با امتیاز احتیاج دارد. با نظرداشت تهدیدهای خارجی در منطقه و تهدید به نظم و ثبات که مثلا از سمت افغانستان احساس می شود، واقعا تاجیکستان حالا به کمک‌های بلاعوض و به قرض‌های امتیازناک و بدون بهره نیاز دارد. وکیلان پارلمان تاکید میکنند که با استفاده از این سرچشمه ها و اقدام های حکومت کشور، قرض دولتی تاجیکستان باید سال آینده 420 میلیون دلار کاهش یابد.